با سلام، جلسه دوم درس هوش مصنوعی سیستم‌های خبرمون رو داریم. تو این جلسه می‌خوایم راجع به سیستم‌های تولید یا پروداکشن سیستم صحبت بکنیم. بخوایم خیلی ساده خدمتون عرض بکنم این که یه سیستم تولید به طور کلی از 3 تا بخش تشکیل میشه. یه گلوبال دیتابیس هست، و بعد یه مجموعه قوانین هست یا رولز، و بعد هم یه سیستم کنترل یا استراتژی کنترل. ترسیمی بخوام عرض بکنم به این ترتیب خواهد بود که این گلوبال دیتابیسمون مجموعه داده های مورد نظر ما رو در خودش جا داده. حالا به عنوان مثال اگر به جلسه قبل رفرنس بدیم، همون ستایی خاصی که داشتیم که تعداد آدمخواران، سیاحان و محل قرار گرفتن قایق رو نشان میداد، میشود دیتابیس مورد نظر ما، پایگاه داده‌مون. و خب قوانینی که روی این پایگاه داده میشود اعمال کرد یا رول ها، مثلا فرض بفرمایید قانون شماره 1، قانون شماره 2، همینطور تا قانون شماره مثلا N، که هر کدوم از این قوانین رو می شود روی این پایگاه داده به شرط اینکه قابل اعمال باشند در اون وضعیت پایگاه داده اعمال کرد و تغییراتی در این پایگاه داده ایجاد بکنیم تا اینکه برسیم به اون هدف مورد نظر. اینکه کدوم از این قوانین در هر لحظه و در هر زمان انتخاب بشوند برای اعمال و به چه ترتیب اونهایی که قابل اعمال هستن اعمال بشوند، خب اون استراتژی کنترل ما رو تعیین میکنه. پس بنابراین اون کنترل سیستممون یا استراتژی مورد نظرمون یکی از این یا چند تا از این قوانین رو که قابل اعمال هستن انتخاب میکنه و به یه ترتیب خاصی اونها رو روی اون پایگاه داده اعمال میکنه تا اینکه بالاخره به یه نتیجه برسیم. این که کدوم قوانین انتخاب میشوند و چه ترتیبی برای اعمال اونها در نظر گرفته میشود، این کاملا میتواند در هر حتی اجرای این سیستم متفاوت باشه، هرچند که کلا باز به اون کنترل استراتژی کنترلمون مربوط میشه و چگونگی ترتیب و یا نوع انتخاب رو تعیین میکنه. ولی خب در هر حال از حتی یک اجرا به یک اجرای دیگه هم باز میتونه متفاوت باشه. دقت کنید که سیستم های نرم افزاری معمولی همچین ساختاری رو کلا ندارن، چرا که شما یه مجموعه داده دارید که خب روی این مجموعه داده‌تون یه سری روتین های مختلفی به ترتیب خاص و معینی که این ترتیب معمولا در اجرای مختلف تغییر نخواهد کرد اعمال میشه تا اینکه شما بتونید به هر حال اون چیزی که مد نظرتون هست انجام داده باشید. برای که باز مطلب یه مقدار بیشتر روشن بشه، سعی کنم یه مثال ساده خدمتون بزنم. این مثال معروف است به معمای 15 یا 15 پازل. اون زمانی که ما بچه محصل بودیم، یعنی دهه 40 شمسی، اینا به یه شکلش تو بازار بود، یه صفحه پلاستیکی
که توی این صفحه پلاستیکی که عملا 16 تا بخش داشت 15 تا مهره قرار گرفته بود و این مهره ها به خاطر یکی جا خالی که وجود داشت میتونستن کنار هم دیگه بلغزن و جابجا بشن. وقتی ما اینو میخریدیم از تو پلاستیک در می آوردیم به یه ترتیب خاص 1 2 3 4 5 از بالا تا پایین شماره ها چیده شده بود. بعد این رو میریختیم به هم اینقدر جابجاش میکردیم تا یه ترتیبی به دست بیاد. مثلا فرض بفرمایید که به این ترتیب بشود. یک مثلا فرض بفرمایید 4 7 6 15 2 3 5 13 8 9 10 12 14 و 11. خب یه دونه خالی داریم، بتونیم مهرهایی رو که کنار این مهره خالی هست جابجا بکنیم تا اینکه به یه ترتیبی قرار بگیره. مثلا فرض کنیم ترتیبی که میخوایم باشه همون ترتیب اولیه‌ای بوده که داشتیم. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. خب اینکه چگونه این کار رو انجام بدیم، خب اون قوانینمون رو باید اول تعریف بکنیم و بعد ترتیب اجراشون رو مشخص بکنیم. این به عنوان یه مثال رو در بحث تدریسی خودش مثال خیلی ساده است، ولی خب در هر حال باز تعداد حالات معمولا بالا میره و اینکه به یه نتیجه مشخص برسیم ممکنه که به این سرعت انجام نشود. بنابراین مسئله رو فعلا یکم ساده میکنیم به این ترتیب که به جای این 4x4 مسئله رو کوچیک میکنیم به یک مسئله به اصطلاح 3x3 که میشود 8 پازل. پس یک صفحه شطرنجی 3x3 داریم با 8 تا مهره، نه 9 تا، که یه دونه خالی باشه و فرض میکنیم که وضعیت اولیه‌مون به اصطلاح اینیشیال استیتمون این هست که 2 8 3 1 6 4 7 خالی 5 و این رو میخوایم برسونیم به این فاینال استیتی که به این ترتیب باشد. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. یعنی در جهت عقربه های ساعت از بالا گوشه چپ دور بزنیم وسط خالی باشد. پس بنابراین گول استیت یا فاینال استیت ما هست. خب بر اساس اون ساختاری که اینجا گفتیم باید گلوبال دیتابیسمون رو مشخص کنیم، قوانینمون رو هم مشخص کنیم و بریم با یه استراتژی کنترل جلو تا اینکه به اون هدف مورد نظر برسیم. خب توی مسئله معمای 8 گلوبال دیتابیسمون میشود یک ماتریس 3x3. اگر بخوام به صورت حافظه کامپیوتری نشونش بدیم، یه ماتریس 3x3 از اعداد 0 مثلا تا 8 که 0 رو بذاریم برای جا خالی و 1 تا 8 هم که مهره‌های واقعی ما هست. پس این میشه گلوبال دیتابیس اون یه ماتریس که اینیشیالش هم کردیم با مثلا یه همچین وضعیتی و میخوایم برسیم تغییراتی توش اعمال کنیم که به این هدف برسیم. یعنی دیتابیسمون بشود این. خب قوانینمون رو باید تعریف کنیم. قوانینمون این میشود که یک مهره رو مثلا ببریم چپ راست بالا پایین. اگر فرض کنیم برای هر مهره 4 تا حالت حرکت تعریف بکنیم، 8 تا مهره داریم، میشه 32 تا قانون. ولی بسیاری از این قوانین قابل اعمال نیستن. مثلا فرض کنید در همین وضعیت 2 8 3 1 و 4 هیچ کدوم از این 5 تا
درون شما نمیتونید حرکت بدین چون جای خالی مجاورشون نیست. پس عملا فقط مهره هایی رو که جای خالی مجاورشونه میشه جابجا کرد. یا برعکس اگر بخوایم بگیم مثل این است بگیم که ما جای خالی رو میتونیم جابجا کنیم. خب جای خالی رو هم 4 تا حرکت بیشتر نمیتونیم براش در نظر بگیریم، چپ و راست و بالا و پایین. پس بنابراین اگر فرض کنیم که گلوبال دیتابیسمون یه ماتریس 3 دسته از اعداد صحیح مثبت 0 تا 8 اون وقت قوانینمون رو هم میتونیم به این ترتیب تعریف بکنیم که مهره خالی، جای خالی به سمت چپ بره، یعنی مهره سمت چپ رو بیاریم راست. پس بنابراین قوانینمون به ترتیب میتواند حرکت دادن جای خالی به چپ باشه یا به راست باشه یا بالا باشه یا پایین. 4 تا حرکت میتونیم داشته باشیم. وقتی میگیم لفت یعنی این که مهره‌ای که سمت چپ جای خالی است بیاد راست یا جای خالی برود چپ و بقیه هم به همین ترتیب. خب گلوبال دیتابیسمون روزمون هم مشخص شد. حالا باید بریم سراغ اون استراتژی کنترل. استراتژی کنترل رو به هر حال به شکل‌های مختلف می شود اعمال کرد. منتها قبل از اینکه استراتژی کنترل رو مشخص کنیم که چی هست، ببینیم که الگوریتم کارمون چگونه خواهد. پس هر زمان که شروع بکنیم باید پایگاه دادمون رو در وضعیت اولیه خودش داشته باشیم که فرض می‌کنیم مثلا دی هست. پس پایگاه دادمون رو با اون مقدار اولیه بهمون داده شده اینیشیال میکنیم. حالا میخوایم قوانین رو اعمال کنیم تا برسیم به اون گول استیت. البته قاعدتاً باید همون بلافاصله چک کنیم که آیا همون اینیشیال استیتمون هدف رو ارضا میکنه، یعنی به هدف رسیدیم، چون ممکن با هم خودمون هدف باشه، نیازی به اعمال خاصی نباشه. حتی دفعات بعد هم اتفاق افتاد تست کردیم. پس بنابراین تست میکنیم که ببینیم آیا این دی ویژگی هدف رو داره یا نه. اگر ویژگی هدف رو داشته باشه که خب تمامه. اما اگر نداشته باشه باید تغییر ایجاد بکنیم. پس باید یک قانون انتخاب بکنیم و روی این اعمال بکنیم تا اینکه یک وضعیت جدید به دست بیاد. پس بنابراین از بین قوانینی که روی این پایگاه داده می شود اعمال کرد یک قانون انتخاب میکنیم. پس بنابراین یک قانون از بین قوانین قابل اعمال روی این پایگاه داده انتخاب میکنیم. این اپروزی که نوشتم یعنی اپلیکبل روز یا قوانین قابل اعمال روی اون پایگاه وضعیت خاص پایگاه داده. حالا وضعیت خاص پایگاه داده میتونه اینیشیال باشه، میتونه هر وضعیت جدیدی باشه که از اون وضعیت سابق به دست اومد. یه قانون انتخاب. اینجا اون استراتژی کنترل ما اعمال میشود. کدوم قانون رو انتخاب میکنیم، به چه ترتیب، اون تعیین میکنیم. خب بعد از اینکه این قانون رو انتخاب کردیم اپلایش میکنیم روی پایگاه دادمون، یه وضعیت جدید به دست میاد. یعنی حالا اسمش همون دی دوباره بذاریم. پس بنابراین قانون رو روی دی اعمال میکنیم، اون قانون انتخاب شده رو، یه وضعیت جدید به دست میاد. حالا چک میکنیم ببینیم آیا این وضعیت جدید هدف هست. اگر هدف هست کار تمومه، اگر نه ادامه میدیم. اینکه این لوپ به پایان برسد یا نه خودش یه مسئله است که بستگی به اون به قول